سلام بچه ها، چطورین؟ چه خبر؟ من سامم و اینجا اپتیویکسه. بریم سراغ تحلیل امضا بازار کریپتو و اینکه ببینیم چه خبره. بریم بیایم. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم حتما لایک و سابو بزن، چون من هر روز تحلیل روزانه بازار کریپتو رو میذارم و شب هم ویدیوهای آموزشی داریم، واچ لیست میذارم، توضیحات روانشناسی، تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آنچین، همه اینا رو با هم بررسی میکنیم و جلو میریم. خب بریم سراغ بازار. خب دیروز من نتونستم تحلیل بذارم، پس از دیروز شروع میکنیم، کامل میگیم دیگه. ببینید کلن که تو این روند نسبتاً، حالا چی بگیم، تو این اصلاح موجمون حجممون کامل کم شده، یعنی اینکه از این حالا افزایش قیمته فعلا حمایت نشده. پس ذهنیتمون رو میتونیم روی چی بذاریم؟ روی اینکه کماکان ما به نزول میل بیشتری داریم دیگه و قابل قبول هم هست دیگه. وقتی دوتا از سایکلامون نزولیه، خب نزولی پوزیشن شورت خیلی میتونه منطقی تر باشه. حالا ولی برای باز کردن پوزیشن شورت هنوز ما دی ام آیمون چه تو تایم فریم 4 ساعته چه تو روزانه هنوز مومنتوم خیلی بالایی دارن، یعنی مثلا حرکت خاصی نمیتونیم احتمالاً توی تایم فریم روزانه ببینیم. برای همین باید منتظر بمونیم، مثلا یه حرکت انقدری نمیتونیم ببینیم. چند درصده مثلا این حرکت ها؟ مثلا 35%. مثلا نهایتا حرکتی که بتونیم ببینیم شاید 10% باشه، اونم باز زیاده، حتی خود 10% و 4 ساعت هم اونم باز مومنتومش درست بشه. ولی کلا در کل اینطوریه اگر بخوایم دوباره پوزیشن شورت بگیریم. که پوزیشن شورت رو حالا ببندم داستانشو. پوزیشن شورت میتونیم عملا با شکست این لول، یعنی 67840 دلار پوزیشنمون رو باز بکنیم، یه استاپ تقریبا 2.5% و دیگه مثلا یه آربار 2.5 شاید هم حتی 3 بتونیم بگیریم دیگه. ولی حواستون به این باشه که اگر حالا کندلای بازگشتی دیدید، سعی کنید که کندلای بازگشتی چی هن؟ کندلای بازگشتی کندلایی هن که نشونه عکس اون جهتی که ما پوزیشن داریم مثلا میدن دیگه. مثلا چه میدونم، ما پوزیشن شورت گرفتیم، یهویی یه همچین کندلی میاد برامون میزنه. خب این کندل رو میایم نگاه میکنیم، مثلا تو 15 دقیقه توی ساعته میایم میگیم که خب این کاملا داره نشون میده که خریدار قوی تر از فروشنده است دیگه. یعنی یه بار خریدار تا اینجا بردن بالا، زدن تو فروشنده، زدن تو سرشون تا اینجا بردن پایین، ولی باز دوباره خریدار رو برگردوندن و بردن تا اینجا بالا و مثبت بستن کندلو. برای همین این میتونه نشون بده که مثلا قدرت خریداره داره افزایش پیدا میکنه، قدرت فروشنده ها کم میشه و میتونیم یه مثلا حالا نیمه موج مثلا سعودی داشته باشیم، در اصل اصلاح سعودی داشته باشیم. برای همین اینجا هم خواستید پوزیشن بگیرید، یکی این که سعی کنید یه ذره طولانی تر بشه، این 4 ساعت همون هم بتونه همراهمون بیاد، خیلی بهتر میشه. ولی اگر نیومد و حالا رسیدیم به این لول، استاپتون رو حدالمقدور سعی کنید کوچیک بذارید دیگه. خیلی هم کوچیک نذارید که مثلا چه میدونم با همچین شادویی بخوره، با همچین شادویی استاپتون بخوره، ولی خیلی بزرگی هم نذارید، مثلا انقدر استاپ نذارید. مثلا یه استاپ کوچیک، مثلا 2%، 2.5% دیگه، نهایتا 3% دیگه، چون فاصلمون تا این پایین مثلا 8%. خیلی خوب بخوایم بگیم 8%، 9% که بتونید به آرواری که میخواید برسید. و دیگه برای پوزیشن لانگ، حالا پوزیشن لانگ رو بریم از تایم فریم هفتگی یه روند بلند مدت رو کامل نگاه بکنیم دوباره، چون یه مدت هممون از چارت دور بودیم. ببینید ما یه روند صعودی خوب داشتیم که اینجا یه چنل رسم کرده بودم من دیگه، همچین چنلی بود. تقریبا اینجاها چنل ما شکسته شد که عملا اومدیم بهش یه پول بک هم زدیم اینجا و دوباره ریزش پیدا کردیم. پس میتونیم عملا اینو در نظر بگیریم توی تایم فریم بلند مدتمون، توی هفتگی، توی سایکل بلند مدتمون توی هفتگی ما از روند صعودی فعلا خارج شدیم. حالا چه میدونم خبر میاد آمریکا داره میخره، نمیدونم داره استراتژی بیت کویناشو اضافه میکنه فلان، اینا اوکی، خب ولی چیزی که داره چارت به من میگه و نشون داره میده همینه. نمیگم اخبار رو پیگیر نکن یا اصلا دلالتشون نده ها توی تحلیلت، ولی چیزی که داریم میبینیم خب اولویت داره تا حالا یه سری خبر رو
این داستان دیگه. برای همین فعلا صرف این که حالا دارن یه سری خرید میکنن تو نباید همچین رفتاری داشته باشی، چون اونا هم سرمایه هاشون خیلی زیاده، خیلی اصلا نوع رفتار اونها متفاوته با نوع رفتار ما. اونا مثلا چه میدونم همین الان بیت کوین بخرن، بیت کوین رو مثلا واسه 6 ماه دیگه نمیخوان، بیت کوین رو مثلا واسه 10 سال دیگه میخوان، واسه 20 سال دیگه میخوان. اصلا دیدشون دیده من و تو نیست، دیدشون دیده یه نوع دیگه، اصلا یه سناریوی دیگه رو دارن دنبال میکنن. برای همین اینکه مثلا پشت دست اونا بخوایم بازی کنیم یا همچین چیزی اشتباهه. و برای پوزیشن لانگ هم کندل خوبیه، اگه مثلا تا 16 ساعت دیگه، آره تا 16 ساعت دیگه همینجوری بسته بشه که فکر میکنم بسته بشه، چون یک شنبه از حرکت خاصی نخواهیم داشت. کندل بدی نیست، یعنی کندلیه که زور خریدار توشه، تقریبا یه همچین حالتیه دیگه، فقط بزرگتره کندل، دقیقا یه همچین کندلیه، ولی یه ذره این حتی پتانسیلش بیشتره، چون به حمایت مهمتری هم رسیدیم و میتونیم دوباره بریم برای یه استراحت اگر بخوایم همین سناریو رو بریم برای موج بعدیمون که حالا میتونه تا لول حمایتی بعدی یا حتی 52 تا 55 هزار دلار بیت کوین ریزش داشته باشه. برای پوزیشن لانگ هم که بخوام بگم کلا در حال حاضر شرایط پوزیشن لانگ نیست، یعنی حداقل یه همچین رنجی باید بشه که تازه بشه مثلا ما بگیم چه میدونم با همین شکست لوله مثلا بتونیم پوزیشن باز کنیم، مثلا بیاد مثلا همینجا بیاد هی بازی کنه بعد مثلا اینجا یه مقاومتی شکل گرفته باشه که بگیم مثلا با حداقل ریسک و مدیریت ریسک مثلا اینجا یه پوزیشن لانگ باز بکنید، یه همچین داستانیه. پس پوزیشن لانگ فعلا توی همچین تایم فریمایی قابل قبول نیستش و بخوایم جوری دیگه پوزیشن لانگ بگیریم اون دیگه خودتون دیگه، من چیزی دربارش نمیتونم بگم. دامیننس بیت کوین، دامیننس که با افزایش بیت کوین عملا ریخت تا حدودی و این نشون میده خب یه ذره آلت کوین ها بیشتر رشد داشتن و فعلا توی رنجه، یعنی خبر خاصی نیست و باید ببینیم در ادامه چه جوری میشه دیگه. فعلا منتظریم ببینیم که کی این ریزش اصلیش استارت میخوره که حالا ببینیم آلت کوین های رشدی رو تجربه بکنم. فعلا که بازار کلا نزولیه، برای همین ذهنیتمون رو فعلا اینطور نمیذاریم که منتظر آلت سیزن بمونیم، فقط گوشه ذهنمون میذاریمش که آمادگیه رو کماکان داشته باشیم، اینطوری نباشیم که دیگه همه چی تموم شد، چه میدونم کریپتو اسکم و فلان و این داستانا. نه، هر بازار مالی بالا و پایینای خودشو داره، صرف این که میره بالا بگیم چقدر بازار خوبی، میاد پایین چقدر بازار بدیه، اشتباهات. خب توتال 2 رسیده به لول حمایتی 860 میلیون دلار، فعلا درگیرش هست و مقاومتش رو 1.6 میلیون دلار میذاریم. برای پوزیشن لانگ هم ببینید تازه روی آلت کوین ها بخوایم پوزیشن لانگ بگیریم، ببین ما این همه ریزش داشتیم، پس دو تا سایکل متوسط و میانی و عملا کوتاه مدتمون نزولیه. تازه اگر ما مثلا کوتاه مدتمون بیاد و یه حرکت بکنه و برسه به 1.6 میلیون دلار، تازه میتونیم بگیم که اوکی یه ذره حرکت سودی داریم، یعنی بازم اونجا کماکان نمیتونیم مدیریت ریسک زیادی رو انجام بدیم، چون که توی سایکل بلند مدتمونم همچین سودی نیستیم، رنجیم، عملا توی یه باکسیم و خب این داره به ما اینو میده دیگه که فعلا کلا پوزیشن لانگ یه ذره ریسکش بیش از حد بالاست و متغیرایی که میتونیم برای پوزیشن لانگ در نظر بگیریم شانسشو و احتمالشو که موفق باشه پوزیشنی که میگیریم ای داره کمتر میکنه دیگه. نمیام قرار نیست حرکت سودی داشته باشیم، نه میتونیم مثلا همین الان حرکت سودی داشته باشیم با یه خبر یا حالا یه اتفاق، ولی چیزی که الان هست اینه که پوزیشن لانگ چه رو آلت کوین چه رو بیت کوین شانس کمی داره. خب ما هم که منطقی نیست بخوایم روی یه شانس کم، روی یه احتمال کم چیزی رو جلو ببریم دیگه. توتال 3 رسید به لول حمایتی، عملا بیارمش یه ذره پایین‌تر، 670 میلیون دلار و فعلا منتظرش
هستیم. یه ریاکشن داده، شاید یه ریزش دیگه هم داشته باشه. ببینیم اگه دوباره ریاکشن بده، یه کف دو قل درست بکنه، مثلا حالا ارزش اینو داشته باشه که شاید باشه که 770 بیلیون دلار بخوایم یه پوزیشن لانگ ریسکی باز بکنیم. ولی فعلا تمرکزمون که روی شورت بیت کوین هم با شکست اون لوله میتونید پیگیری پوزیشن شورت رو داشته باشید. آدرزادی حرکت سعودی فعلا داشت تو ریزشی که داشتیم و نشون میده که حالا پولا بیشتر خارج شد و یه جورایی میشه گفت تخت شد بین آلت کوین هایی که مارکت کپ پایین تری دارن. حالا باید ببینیم در ادامه یا همین روند ادامه پیدا میکنه یا نه. خب عادیه که بازار بخواد مثل سایکل‌های قبلی رفتار بکنه و مثلا تو ریزش یهویی میبینیم آدرزادی سعودی میشه، خب پول وارد میشه، چون که ذهنیت‌ها اینطوریه که مثلا آل سیزن و آل پارتی و اینا باید اتفاق بیفته دیگه. حالا در ادامه باید ببینیم چجوری پیش میره آدرزادی. دامیننس تتر اومد عملا یه فیک کرد و عملا این خط عملا 808.19 رو کماکان نگه میدارم که برای پوزیشن شورتمون میتونه به درد بخوره. برای پوزیشن لانگمون هم که توی 4 ساعته نزدیکترین حمایتی که معتبر و میتونیم با شکستش پوزیشن لانگمون رو بگیریم 7%، یعنی بالاترش ریاکشن خاصی نداشتیم که بگیم حمایت خوبیه. برای همین بهتره که برای لانگ منتظر همین 7% بمونیم. برای شورت هم که اگه دوباره یه حرکت سعودی داشته باشه دامیننس تتر تو همین فاصله که داره دوباره میرسه به 8.87 میتونیم پوزیشنمون رو باز بکنیم. اتریوم لول مقاومتیشو میتونیم تا 2360 دلار پایین بیاریم. بزنیمش اینجا. بریم تو تایم فریم پایین تر ببینیم مثلا میتونه یه استاپ خوب بهمون بده. بد نیست، یعنی میشه با شکست همین لول هم پیگیری پوزیشن شورت رو کرد. لول بدی نیستش، ولی میگم اگه مومنتوم 4 ساعتمون همراهمون بشه خیلی بهتر میتونه بشه دیگه. امروز که بعید میدونم حرکت خاصی داشته باشیم. اگه فردا که باز شد حالا مارکت ها هم حرکت خاصی نداشته باشیم، فکر کنم دیگه مومنتوم 4 ساعتمون درست بشه و بتونیم پیگیری پوزیشن شورت رو راحت تر داشته باشیم. پوزیشن لانگ هم که مقاومتش فعلا 2390 دلار، منتظرش باید بمونیم. TRX اینو بیارم اینجا. 286,000 فعلا لول مقاومتی مونه. اینو یه ذره ببرم بالاتر. لول حمایتی مونم که فعلا 2700 با منتظرش بمونیم که بشکن و بخوایم پیگیری پوزیشن شورت رو داشته باشیم و لول هم همینو در نظر میگیریم دیگه، چون بهش ریاکشن داد. لول پایینیه رو میتونیم حذف کنیم. آیا اومدم لول پایینیه رو حذف کردم یعنی اینکه قرار نیست کلا به اون لول ریاکشن بدیم؟ نه، ممکنه دوباره به همونم ریاکشن بدیم، ولی چون اول اومدیم به این ریاکشن دادیم اینو در نظر میگیریم برای گرفتن پوزیشن شورت دیگه. اگه بهش ریاکشن نمیدادیم و مستقیم میرفتیم به لول پایینی ریاکشن میدادیم، خب لول بالایی رو پاک میکردم. ولی الان چون به همین لول ریاکشن دادیم پس اینو نگه میداریم، اون یکی رو پاک میکنیم. LTC لول مقاومتی 61.2 و حمایتی هم 49.14. پیگیری پوزیشن شورت کلا بد نیست، یعنی موقعیت بدی نیست که بخوایم دوباره یه پوزیشن شورت داشته باشیم. میتونیم یه موج نزولی دیگه کلا بازار داشته باشه. سولانا که خیلی خوبه، فکر کنم وضعیتش برای پوزیشن شورت. آره سولانا وضعیت خوبی داره برای پوزیشن شورت و با ریزشش میتونیم پیگیری پوزیشن رو داشته باشیم. یه لحظه. آره بریم سراغ هایپ لول مقاومتیش که فعلا 36.28 دلاره و لول حمایتیش هم 28.3. فعلا منتظر شکست 28.3 باید بمونیم.
سوی لول مقاومتی 1.16 صدم و لول حمایتی هم 75 صدمه. البته اگه بشه لول حمایتیشو بهتر کرد که خیلی، نه این لول مهمی بوده. حالا اومده زودتر ریاکشن داده دیگه. پوزیشن شورت روی سوی یه ذره سخته چون یه ذره زود اومده و ریاکشن داده و حمایتش هم نمیشه آورد بالا، چون این حمایت تو تایم فریم بالاتر و روزانه بوده و با برخورد بهش هم یه موج سعودی خیلی خوب رو حرکت کرده بودیم. بهتره که همین لول نگهش داریم. اگه بخوایم پوزیشن شورت بگیریم باید با شکست همین لول 96 صدم مثلا پیگیری پوزیشن شورت رو بکنیم. خب آواکس من اینو بیارم پایین تر، اینو بذارم اینجا. بریم کلا دیگه نوع عملکردمون یکیه دیگه رو اکثرشون دیگه. ما بقیه چیزایی که بگم تکراریه دقیقا فروش. برای همین فقط حالا چارتا رو آپدیت میکنم. شما خودتون اگه جایی مثلا خواستید لولی آپدیت بکنید میتونید ویدیو رو استاپ کنید ببینید. و خب لینک اینجا، اینم بیارم اینجا، اینو پاک کنیم. هیچ بار بد نیست، خوب برگشته، ولی یه ذره پوزیشن لانگ زوده کلا روی بازار الان، منطقی نیست یه ذره پوزیشن لانگ. XRP چرا حمایت نداره اینجا؟ خب اینترنت دوباره وصل شد. خب لول های حمایتی هم اومد. XRP فعلا لول مقاومتیش 1.65 صدم، بد نیست، همین 1.38 صدم میشه با شکستش پیگیری پوزیشن شورت رو کرد. 4 ساعته. به این ذهنیتتون اینطوری باشه که احتمالاً میخوایم بریم برای رنج، یعنی موج بعدی هم که بیاد مثلا موج خیلی عجیب غریب طولانی نیست که بگیم مثل همین باشه که استارت بخوره و ریزش داشته باشه. احتمالاً یه موج آخره، مثلا زور آخر فروشنده است دیگه. برای همین ذهنیتتون رو اینطوری بچینید که مثلا سیو سود زود، استاپ حداقل کوچیک، این شکلی بخواید رفتار بکنید. XLM اینو بیاریم پایین، اینو بذاریم اینجا. بریم روزانه. خب اینترنت مثل اینکه نمیاد. کلا 3 تا ارز مونده بود دیگه، BNB و OP و شیب. حالا اینا رو سعی میکنم فردا یا حالا توی واچ لیستی که امشب میخوام براتون بذارم اوکی کنم. نمیدونم دوربینم جدیدن به مشکل خورده، نمیدونم چرا باگ میخوره و هنگ میکنه، ولی شما که احتمال تاثیر من ندارید. ولی لایک و ساب یادتون نره، حمایت کنید ازم و مرسی. فعلا خداحافظ.